شایعه تولید سوسیس و کالباس از گوشت گربه بار دیگر جنجال آفرین شد. تولید کنندگان سوسیس این بار به پاسخگویی برآمدند. آقا این چه جو بدی علیه سوسیس کالباس را انداختن. گربه هم برکت خداست دیگه. دقیقاً این گربه‌ها خیلی هم با شخصیتن. من هر دفعه که از تو خیابون رد میشم به احترامم بلند میشن از جاشون اصلا معذب میشن. منم خیلی به فکر این گربه‌ها هستم. زمستونا که خیلی هوا سرد میشه و متوجه میشم که گربه‌ها سردشونه، دنبالش میکنم که بدو کنن گرمشون بشه. آره بابا گربه ها با شعورن برعکس این پشه ها. دیشب کف پامو نیز زده. آخه یکی نیست بگه حیوان این جای نیز زدن بود. آخه 3 ثانیه میخارونم 3 دقیقه میخندم. آقا من اگه جای پشه ها بودم سعی میکردم با اولین ضربه دمپایی بمیرم، چون ضربه های بعدی به صورت پلکانی مهلکتر و همراه با فوش‌های بدتری میشه. آره پشه‌ها خیلی بی‌ملاحظه‌ن. اگه پنجره 2 میلیمتر باز باشه پشه میاد تو، اما اگه 6 تا پنجره رو با هم به عرض 2 متر باز کنی نمیره بیرون، هی میخوره به شیشه. نفهمه کور. خونه ما هم پشه زیاد داشت. دیروز برام اومده میگه برای سفارش حشره‌کش یه پیامک بدون متن به 9930 ارسال کنید. منم فرستادم. بعد 3 دقیقه پیام اومده میگه از این که از دریافت یارانه نقدی انصراف دادید سپاسگزاریم. تا خود صبح به سکنج دیوار خیره شده بودم. بغض گلومو گرفته بود چه خاکی به سرم کنم. ای بابا کاش فقط پشه ها اینجوری بودن. میمونا هم خیلی بی ملاحظه شدن. هفته پیش رفته بودم باغ وحش، میمونا همچین زل زده بودن به اون نگاه میکردن که انگار اونا پول دادن اومدن منو ببینن. بعدم از باغ وحش رفتم بیمارستان. خدا بد نده. بیمارستان چرا؟ هیچی رفته بودم بیمارستان ملاقات یکی از رفقا که با ماشین رفته بود تو دره. دیدم یکی بغل تختش خوابیده سر تا پاش تو گچ. هی به هوش میاد به رفیق ما فوش میده دوباره از هوش میده. هی به هوش میاد به رفیق ما فوش میده دوباره از هوش میده. از رفیقم پرسیدم این چشه؟ چرا داره فوش میده؟ گفت بالا ما شب تو جاده میرفتیم اینم موتورش چراغ نداشت پشت سر ما میومد، ما که رفتیم تو دره این بنده خودم اومد دنبال ما.